الله جانان میگه اولین کسی که در دوزخ میروه مولوی سیب سالمی پیامبر است. دومین کسی که در دوزخ میروه قاری سیب حافظ قرآن است. قرآن یادش رفته است، با قرآن عمل نمیکنه. کسی که میگه میدان قیامت قرآن یادش میروه، در میدان قیامت نابینا حشر میشود. سوم کسی هست که در دوزخ میروه مجاهد سیب است. قانون خدا را دست از تطبیق نمیکنه، در چوکی و قدرت نشسته است. حق میگم کشته شدم تا زنده صبح، حق میگم کس خفه میشود دلش خوش میشود دلش. قانون خدا چرا دست از می تطبیق نیست؟ سوم کسی که در دوزخ میروه مجاهد سیب است. مجاهدی که جهادش به خاطر ریا کرده است، جهاد را به خاطر خدا نکرده است. چهارمین کسی در دوزخ میروه سرمایه‌دار سیب است. الله نجات بده. چهارمین کسی که گفتم در دوزخ میروه سرمایه دار سیب است که مالش جانش در راه الله جانان مصرف نکرده است، در شراب و قمار خودش را مصرف کرده است، در زنا مصرف کرده است، در غیبت مصرف کرده است.